و من به جوانو اینجا مردم چند تا هستن به جوانو مراجعه میکردم که شما زنی تاجیک در حالت افتادگیش دیدید وگرنه زنی تاجیک اگر غیرت کند به مقام خود برگردد به مقام فرشتما به مقام ملکه پاچا بعد شما مجبور تیاری بین امتحانی تستی سپارید تا که شوهری او شوید. خیلی بنابراین اگر زنی تاجیک مقامی فرهنگی معنوی خود را دریابد در ادامه همین سیاست مردی تاجیک را هم از پسش میبره به بالا چون مرد مجبور میشه که برای زن گرفتن چقدر پیوتر یک گفته بود که کسی متیماتیک را ندونه زن گرفتنش من همین قدر روسو متیماتیک خوندن که یک سلسله علما برآمد ای روس پاپا و لمانوس و لوناچسکی همش میدون چرا روسو در متیماتیک پیش رفتن چون که پیوتر یک گفت که اگر متیماتیک ندونی زنگیری ممکن نیست. تمام انا که فرشتما اگر بیاید این بچه های تاجیک که ولی به پریچوسکا و به موشین و به بوزوشون افتخار میکنن به مجبورن بخونن تا که امتحان سپارن. این بسیار معیاری بلند است و امروز الکین در گزارش‌ها دیدید ما زنی دانشمند داریم زنی دکتری علم داریم نامزد علم زنی فیلسوف زن سیاستشناس زن وکیل زن وزیر زن پلکونیک زن گنرال انا که مرد تاجیک برای شوهر گنرال شدن تیار شود این بسیار مشکل است. همینجا که در روبروی من یک تالار زنی با سواد و با معرفت و فعال نشسته است من میخوام میرم مخصوص تاکید کنم که فرهنگ ملی ما هیچ وقت زن را بیچاره محتاج زیر پا زیر مشت و لگد تصویر نکرده است. حالی من نشان میتیم این که زنی ما گاه خار است گاه میزنن از خانه بیرونش میکنن گاه در دستش دو سلفن لباساش میگه مرا شوم سر داده کجا روم ویدیو میکنه در فیسبوک این لحظه نبودن یعنی فرهنگ ملی ماست. فرهنگ ملی ما جایگاه زن این خیلی هیچ وقت تصویر نکرده است. خب فرهنگ ملی ما در کجاست؟ این کتابای ما ادبیات کلاسیکی ما گیریم اگر همین ادبیات کلاسیکی ما اساسا زنها آفریدن همین چی بزرگ داریم در گرد همین زن تاب خورده نوشته است. حافظ گفت که بلبل از ذوق گل آموخت سخن ورنه نبود این همه بیت و غزل تعبیه در منقارش یعنی در منقار بلبل یگان چه عشق گل او را بلبل کرد. همین عشق زن حافظ هم آفرید بیدیل هم آفرید سعدی هم آفرید. حالا بعضی میگن که معشوق الهی است نه درست از جاهای است که معشوق الهی است ولی من هم شده نمی خط کننده فاکولته فیلولوژی اینجا میگن که تا 80% همه اینمو معشوق یعنی محض زن است. خب رودکی وقتی میگه آمد بری من کی یار کی وقتی سحر ترسنده زکی زی خسمش کی پدر اکو معشوق الهی پدر نداره او حتما یک بانو است. خب بنابراین ادبیات ما را می زن آفریده است. در مرکز ادبیات ما زنانی جسوری است گرد آفریدی است فرهنگیزی است. ولی من میخواستم یک دو مثال بسیار مشخص از ادبیات مردمی گیرم شما ببینید که مردم ما چگونه زن را نگاه میکرده است. همین یک کتابی است که هممون خوندیم افسانه های خلق تاجیک. کی خونده است؟ این دخترای جوان خونده؟ حتما خونید. دو چیز در افسانه های خلق تاجیک است یکی زبانی خوب دوم این فرهنگ و تفکر ملت موج است. او کتابای رسمی شاعرها با کنترل کرده تنظیم کرده سنزور کرده می نویسند ولی افسانه خلق تاجیک همین گپی خود خلق است. او ببینید چی گپ است. من همین 10 افسانه رو همونجا انتخاب کردم که در همین 10 افسانه زن قهرمان است. قهرمان، پهلوان، ملکه، دانشمند، خردمند، نجات بخش. این می در افسانه خلق تاجیک. در افسانه خلق روس نه تاجیک یعنی شما
و دو تا شب سوال میره. مثلا یک افسانه بزرگ زیبا است، فرشته‌ماه عاقل و دانا. انا که دخترای توجیه از این بعد بگه که من ابرز یا که ایدئالی من همین فرشته‌ماه عاقل و دانا، دخترای مکتب زیرا همین فرشته‌ماه عاقل و دانا همین افسانه خلق توجیه خیلی تصویر کرده گفته است که یکم که زیبا بود، اینقدر زیبا بود است که همین فرشته‌ماه اگر خواب رود، اگر روشی طرف کنه ایش روز میشد است، طرف موش شب. با اگر روشی طرف کنه این طرف روز میشه اوس شب. یعنی این زنی توجیه به حسن خود گردش ایام معین میکرده است، شب و روزه. ببینید او در چی مقام آورده است. یکو دوم گفته است که او ملیکه بود، یعنی یگان خدمتگار، بیچاره، کنیزک نگفته است، گفته است ملیکه بود فرشته ما. دوم. سوم چیزی که از همه مهم است برای این بحث ما، ملیکه با سواد، با خیرت. و چیزی که ما باور نمیکنیم ما بگیم که ملیکه فرشته ما برای همسر شدن به او سوالنامه ترتیب داده است. یعنی برای که شوهر فرشته ما، یعنی شوهر زنی توجیه شود، فقط اسب دوانی و بزکشی و شمشیر زنی و این خیلی قوه بازو کافی نه، بلکه سوالا مانده گفته است که کسی به همین سوالنامه جواب داده تواند، انمو میتواند همسری فرشته ما شود. یعنی برای همسری زنی توجیه شدن با عقل، خیرت، معرفت لازم است. این فرهنگی ما، این فرهنگی مردم ما. و از همه جالبش این که در اونجا هیچ خبری از نکاح مجبوری و از بی‌حقوقی زن نه، بلکه زن معین میکنه که کی را بگیرد. این افسانه خلق توجیه 10 افسانه هم خیلی داریم و اونا باید ما را تربیه کنند. نه که کسی گفته است که همین زن مشتی پرای معیار همو باشه. معیار اینه در کتابای ما آمده است که زن اینه فرشته ما. خب وقتی زیاد نمیگیریم، افسانه دیگری هست که باز عجیب با نام پادشاه و دختر آهنگر. شما بینید این جدی تر است. خیلی چون که این دختر ملیکه پادشاه که قهرمانی این است، یک طلبات داره، میگه که کسی که از امتحان سوالای من گذشت همسر میشه، کسی نگذشت خدمتگار میشه. و همونجا نوشته است که در دربارش 10 شاهزاده کشورهای گوناگون خدمتگار بودن، چون اومدن امتحان نسپاریدن، شرط بای دادن خدمتگار. یعنی دختر تاجیک یک توده شاهزاده خدمتگار داشته. این مقامش در ایجادیات خلق ما. و چیزی زیبایی که من جدیدم این است که همون سوال و جوابی که دختر تاجیک گذاشته است، این از اکادمی، از دانشگاه ما میبینم معلمه هستن که زنایی که با سواد. ببینید چی گفته است. مثلا یک ذره شش گرفتن 3 خطشه. سوال و جواب ملیکه پادشاه با همون داوطلب میگه که آدم به چی زنده است؟ پرسید ملیکه. با امید جواب داد و دختر. چون که اینجا بینید یک نازکی داره. یگان شاهزاده به سوال جواب داده نتونست، اما دختر آهنگر لباسای مردانه پوشیده به سوال جواب داد. بازم به سوالی او زن جواب داده تونست. زور یگان مرد نرسید. یعنی اینم بسیار سیمبولی. ولی میگه که آدم به چی زنده است؟ گفت به امید. نشانه پیری چیست؟ گفت ملیکه. نشانه پیری ناامیدی است. انا سوم گفت که نیتی نیک چیست و نیتی بد چیست؟ گفت نیتی نیک نیتی است که به نفع همه باشد، نیتی بد نیتی است که به فایده خودش و به ضرر همه باشد. انا کمی پرچه میگیره. ببینم ما در اکادمی در کجا میخوان، این در نوترین سطح علمی است. چون که حوزه علمی پسیکولوژی جهانی میگه که اولین علامت پیری ناامیدی است. اگر آدم ناامید شد، پرسپکتیو نبینه برای خودش، الان که میگم پیریت آغاز شد.
بینید در همین افسانه خلق تاجیک همین سطح روانشناسی در گفتمان میره. او درباره یگان جاروب چخیله شلابر چخیله نپرسیده است. گفته است که پیری چیست؟ از پیری ناامید شدن آدم. یعنی خیلی بحثای سخت و من به جوانو اینجا مردم چند تا هستن به جوانو مراجعه میکردم که شما زنی تاجیک در حالت افتادگیش دیدید وگرنه زنی تاجیک اگر غیرت کند به مقام خود برگردد به مقام فرشتما به مقام ملکه پاچا بعد شما مجبور تیاری بین امتحانی تستی سپارید تا که شوهری او شوید. خیلی بنابراین اگر زنی تاجیک مقامی فرهنگی معنوی خود را دریابد در ادامه همین سیاست مردی تاجیک را هم از پسش میبره به بالا. چون مرد مجبور میشه که برای زن گرفتن چقدر پیوتر یک گفته بود که کسی متیماتیک را ندونه زن گرفتنش من همین قدر رسو متیماتیک خوندن که یک سلسله علما برآمد ای روس پاپا و لمانوس و لوناچسکی همش میدون چرا این روسا در متیماتیک پیش رفتن چون که پیوتر یک گفت که اگر متیماتیک ندونی زنگیری ممکن نیست. تمام؟ انا که فرشتما اگر بیاید این بچه های تاجیک که ولی به پریچوسکا و به موشین و به بوزوشون افتخار میکنن به مجبورن بخونن تا که امتحان سپارن. این بسیار معیاری بلند است و امروز علاقه اینه در گزارش‌ها دیدید ما زنی دانشمند داریم زنی دکتری علم داریم نامزد علم زنی فیلسوف زن سیاستشناس زن وکیل زن وزیر زن پلکونیک زن گنرال. انا که مرد تاجیک برای شوهر گنرال شدن تیار شود این بسیار مشکل است. این مثلا ما در همسایگی کابینتی من در اتفاق نویسندگان کابینتی گنرال برنا صاحبعلی زاده است در سیومشون اتفاق رئیس خدمات اجرایی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان گنرال برنا صاحبعلی زاده او همی است کریدور که برآمد همه این مردا خود به خود گنرال اومده استاده. انا آینده انا خیلی میشه زنی تاجیک. بنابراین جوانای عزیز تیاریتون بینید که بعد نگردید. خب و اینا کاغذها میمونیم. آخرین نکته که مثالی که قدرتی علمی و معرفتی زنی تاجیک نشان میده همین کتاب 1001 شب است. این کتاب 1001 شب ما افسانه‌اش نمیگیم همه میدونید. من خواهش میکنم دخترها یعنی معلم‌ها بسیار خوندگی هر یک شب میشناسم دخترای جوان حتما کتاب 1001 شب خوانید. هم صنعت سخن هم تفکر بلند میشه ولی مهمترین جاش همین است که این سیناریوش همین است که یک شاه ظالم یک شاه خودخواه همین خیلی طلب داشت که هر شب یک زن را میارید نزد من تا سحر خدمت میکنه و سحر سرش بریده میشد. یعنی یک دستگاهی زنکشی ساخته بوده است که هر شب باید یک زنی زیباترین جوانترین یاشترین جوانترین بیارن او مثلا لذت بره و سحر کلش برند. این بی‌عدالتی را بین. و نوبت به یک زنی تاجیک رسید با نام شهرزاده. یعنی نام تاجیکی از شهرزاده. و شهرزاده وقتی که در حرم شاه در آمد یک قصه رو سر کرد چنون قصه جالب که شاه مفتون شد گفت همی شب میره نکشید پگه دوام تید با همی شب دیگر در جای جالبش میاد که سحر میشه میگه که خیلی دوام تید همی خیل 1001 شب این قصه دوام کرد شاه نتونست رو بکشد. این سناریو انا که پیامش میگم شرحش که چرا به زنانی را من میگم ببینید شرح چی است. یکم 1001 شب در همین اگر رقم گیریم حساب کنیم قریب 3 سال میشد. هم خلاص یعنی همین دختری تاجیک 3 سال
روایت گفته است، تاریخ گفته است، افسانه گفته است، شعر گفته است، ربایی گفته است و گپی بیهوده کتی شوها بند کرده نمیشد. یعنی 3 سال گپ زده است، حتما این دریا بوده است، قاموس بوده است، اکادمیک بوده است. هم خیلی است؟ این پیام اولش. دوم اینکه در همین زبان تاجیکی 1001 همیشه معنای رقمی ندارد. ما میگیم 1001 دردسر دارم، 1001 پرابلم داریم، 1001 گپ است. معنیش که نهایت زیاد. ممکن 1001 شب چند هزار شب کشیده باشد. یعنی نهایت زیاد دومش که اینم نشان میده قدرتی او زن چقدر بزرگ بوده است. سوم نکته اساسی مهمترین یعنی حکایه این که در نهایت سواد و معرفت زنی تاجیک بر ظلم یعنی شاه غلبه کرد. این گپ اساسی. یعنی می از یک شب چی میگه؟ میگه که سواد و معرفت و دانش یعنی زن بر همون ظلم و خودخواهی و استبداد همون شاه پیروز شد. آورده زن پیروز کرد در نهایت. و چهارم پیام اساسی که همی شهرزاده همی از یک شب به شما زنها میتید این است که پس راه نجات شما دانش است. این گپ اساسی. یعنی راه نجات شما سواد است. نجات شما در دانش است. نجات شما در سواد است. و اگر شما صاحب سواد شوید هیچ قدرتی نمیتوند شما رو شکند. هیچ قدرتی نمیتوند شما رو پامال کند. هیچ شوهر نمیتوند حقوق شما رو پامال کند. همین پیامی فرهنگی ملی ما، مدل فرهنگی ملی ما درباره زن. بنابراین وقتی که اگر شما پرسن که این فرهنگی ملی ما درباره زن چی نگاه داره، میگیم اینا 1 2 3 4 ولی وقت نیست که ما همه قصه های بررسی کنیم. یک سمک عیار ده ما 10 زن شمشیر زن و سپر زن و عیار و پهلوانی داریم که رفته شوهرش از زندان چین نجات دادم زنی سمک عیار. یعنی ما زنی بیچاره نداریم در فرهنگمون. برای این خاطر وقتی بیچارگی زن، بی حقوقی زن ببینید شما دانی که همیشه فرهنگی ما خلل یافته است. اینمی یک چیزی غیر ماست. و حتی یک گپی بسیار یک جمله رو میگم که یک کتاب داریم ضد زنان با نام سیمبادنامه. در این تاریخ ما یک کتاب سیمبادنامه است. با بعضی نامش میگن مکر النساء یعنی مکر زن. و همین نمجایی زن لعنتی و زن بد و زن مکر خیلی کتاب. و من تحقیق کردم همین سیمبادنامه کتاب ما نبوده است. این کتاب هندی که در همین عصر 13 یک آدم ترجمه کرده است. یعنی فرهنگی ما خیلی نبار آورده است. محصول تفکر و فرهنگ هندی که همین خودش معلوم است سیمبادنامه نامش. یعنی سیمبادنامه را اگر خونده دانی که این کتابی ما نیست، این فرهنگی ما نیست، این تمدنی ما نیست. تمدنی ما این 1001 شب زن برو در کجا گذاشت، این سمک عیار زنی بزرگ و جسور، این شاهنامه زنها. بنابراین من میخواستم که در نهایت همون جایی که گفتن زن در فرهنگی ملی، در همین روزی زنان همین پیام همین باور داشته باشین که فرهنگ ملی ما ضد زن نیست. ممکن یک نفر یک انسانی فرهنگ ملی رو نخونده ضد زن باشد، اما خود فرهنگ ملی ما برای زن یک جایگاه، یک پایگاه، یک ارزش بدن قائل است. و دعای ما یا خواهش ما این است که شما زنان عزیز، مادران، خواهران، اول همون در آینه فرهنگ ملی جایگاه خود را شناسید، بعدا به همون جایگاه برایید و در همون دنبالی بلندروی شما مردم جایگاه بلندی خودشون کسب کنند. تشکر از توجهتون.